صحبت کرده بود، گپ هم زده بودن، قسم کرده بودن، بالاخره یکی خوب هم گفته بودن. خراب گفتن نمیتونیم، هیچ کلمه خراب نگفتن که خدای نکرده باعث توهین ما شوه. یک ذره یادم عصبانی بوده، چرا باش ما برای زنگ میزنیم که چرا عصبانی است؟ او قربان سر چاوم، ما به خاطر صلح یک صلح بسیار عظیم و بزرگ در افغانستان کار میکنیم، باز خدای نکرده بین خود جور نبیاییم. این هیچ راه حل نیست. انسان باید گذشت داشته باشه، انسان باید در هر حالت در هر شرایط بسازه. امی عصبانیت زیاد همیشه باعث یک سلسله تخریبات، باعث یک سلسله پشیمانی ها میشه. امیدوار هستم که در این مسائل زیاد از احساسات کار نگیریم. در برنامه چالشی من مهمان بودم، گپای فیصل جانم من شنیدم، امیدوارم وقت ریکارد شده نام خدا. دیگه خدا یار جان بعضی ها که میایه، بعضی ها استفاده خوب میکنه، بعضی ها استفاده خراب میکنه. دوستایی که محبت کردن اونا در رابطه با ما گفتن، هر کس که هر چیز گفتن تمامش بالای چشمایم است. ما از هیچ کس ناراحت نیستم، هیچ کس نباید ناراحت باشیم از یک دیگه. خود ماه مبارک رمضان بی مای نزول قرآن بی خدای نکرده بی اتفاقی و مسائل. خب برنامه چالشی است. ببینین زمانی که ما کوتاه میخوایم در این مورد صحبت بکنیم، باز جات نمیخوایم بپیچیم، باز در برنامه موضوعات دیگه داریم. یک چیز برای شما یادآور میشیم، برنامه مختار لشکری یک برنامه چالشی است. این برنامه یا این استیچوهایی که مثلا این برنامه که من داشتم، خب دی در سطح تیک تاک بود، ولی این استیچوها همیشه زمانی که مجری میاره یک عکس برات نشان میده، تو دیدگاهت شریک میسازی، همون دیدگاهت نظر به افراد اشخاص شریک میسازی، ولی اون دیدگاه ها نباید جوابش ناجوان مردانه باشه. از زندان رفتنم همگی حالا آمده به گونه سوء استفاده میکنه که من به این جرم رفتم، من به این جرم رفتم، یا من به فلانی جرم رفتم. به هر جرمی که رفتم من که مجرم بودم، به هر جرمی که من روانه زندان شدم مجرم بودم. ایره قبول میکنم، جرم خودم قبول میکنم. 7 ماهی که من در زندان گذشتاندم مجرم بودم که 7 ماه را گذشتاندم، گناهکار بودم که 7 ماه را گذشتاندم. انسان خالی از سهو، خطا، اشتباه نیست. ما انسان ها بسیار اشتباهات کردیم، بسیار اشتباهات میکنیم. خداوند بخشاینده و مهربان است. باز ما و شما بندای گناهگار خداوند هستیم. همه ما گناه کردیم. با ماه مبارک رمضان که ماه نزول قرآن است، ماه مهمانی خداست، خب باید اتفاق اتحاد داشته باشیم. امیدوار هستم که هیچ کس از من ناراحت نباشه. بالاخره همیشه ما از طریق سوشال میدیا، از طریق صفحات اجتماعی ما میاییم به خاطر همدلی و همدیگه پذیری کار میکنیم. یا مثلا ما عکس یاور صاحب بود، در رابطه با یاور صاحب صحبت کردم. ببینیم ما یاور صاحب توهین نکردیم، یک جوان تحصیل کرده برش گفتم که جوان تحصیل کرده است. گفتم که در افغانستان، واقعا در افغانستان کار کرده یاور صاحب. مثلا نکو قوم پرستی و نجات پرستی رو دامن نزن. تاجک در جان هزاره مندازی، هزاره رو در جان پشتون مندازی، پشتون باز پس میای ویدیوی تاجک پنشیری رو میمانی که من یعنی پنشیری سمیت مشکل ندارم برای کسی. بارها ما دیدیم که از تو ویدیوهایی که برآمده در لایف هایی که در مقابل پشتون گپ زدیم، در مقابل تاجک گپ زدیم، بارها کامنت های رفتیم خواندیم، مردم در ویدیوهای قوم پرستی و نجات پرستی کردن. چی باعثش تو هستی که میایی که مربوط تو هم نمیشه، تو در لایوهای در مورد می گپ میزنیم. برو نمو کامنت خانی تکو، برو نمو کارای تکو که کامنت میخوانی، شب است یا روز است یا صبح است، هر کاری که میکنی نمو کارای تکو. من قوم پرستی و نجات پرستی رو دامن نزن، در پشت کسی گپ نزن. گفتم بارها در شبکات اجتماعی بالای من تاخت تاز شده، من نام هیچ کس نگرفتیم. اما تو میایی مسعود رستمی رو میگی ما را آسین است، مسعود رستمی میگی دیده نداره، مسعود رستمی بخیل است. من چی بخیلی هم رای تو کردیم؟ او اجمل جان در لایو هستی، بیانی بالا بیا بگو ما چی بخیلی هم رای تو کردیم که ما بفهمم، یعنی میشه کل مردم بفهمه که ما خبر شو مسعود رستمی چی کار کرده. به خاطری که در یک آهنگ تو رو نگرفت او رو از مسعود رستمی میدونیم. من کدام دایرکتر بودم در آهنگ؟ بیاین همیشه برین حرف کامنت ها رو بخونین در مورد امی اجمل حقیقی، ببینید مردم چی میگه، چرا می کارا رو میکنی. کل مردم از تو بد میبرن. چرا؟
بیانی بالا بیا که مردم در بفهمن، مردم گپ خود بزنن. سلام علیکم مصطفی جان. سلام مسعود جان، جور بخیر. این امیال یادن در لایف است. بیای بالا. بله. خیر باشه بانشان. سلام به کل کسایی که در لایف است برسه. میگه گل مزن کاگل مزد دیوانی. نه باش اینه امی کومنتاج مرا سعی کو یادم نمی واجمه همیشه برام اون وقتا کامنت میداد. من امروز یک کامنت خواندم به خاطر تو گریان کرده بود. یک دقیقه ما به ملت بگویم اینمی دوستا، اینمی مسعود رستمی کسی بود که ما را آمد وادار به این کرد که پروفایل های خود تبدیل کنیم به عکس اجمل حقیقی. اینمی مسعود و صدها نفر بیادر و عکسایش تغییر داد، پروفایلش تغییر داد. 4 بجه صبح به ما زنگ میزد، باور میکنی میگفت که نه اینستاگرام اجمل چیز نشده، چالان نشده. باور میکنی میگفت دعا کنین که بچه علاج شه، اگر نه بچه را کدام کار رخش نکنن، این بچه کشته نشه، این بچه تو نشه. یعنی بیبی گپ شما بسیار منم میخوایم درباره از این گپ بزنم، مگر اگر جزئیات، اگر اجمل خودش بیاید در لایف بیاید و همین مسئله را بیان کنه، چون مسعود رستمی همگی میشناسه کی است، یک شخص هسته که همه ملت دوستش داره و همگی پشترش استاده است و اجمل حقیقی هم مردم از کارایش خبر است و هیچ کس، من مطمئن هستم هیچ کسی و جز همون چند تا رفیقایی که خودش هست که ازش کسی حمایت نمیکنه و میخوایم که بیای این نزاع خلاص شد و از مسعود جان آن معذرت خواهی کند و همین مسئله خلاص شد پیش از اینکه گپ های بسیار بزرگ برای و این هم به اجمل و کریرش یک صدمه بزرگ وارد شود. یعنی دوستان ما از این قضیه خود نفر سرجان میبینید چی میگن. مسعود قطع بکن. چرا قطع کنم رفیق؟ وقتی که اجمل حقیقی درباره مسعود رستمی گفت که مسعود رستمی ما راستین است، در حالی که ما کدش این تماس نداشتیم، دوست ما بود، ما در حالی که ما این دوستی کدش نداشتیم، ما تماسی نداشتیم غیر 3-4 دفعه تماس گروپ کال و چند دفعه تماسی که به خاطر زندانی شدنش و بعد از او بازدنی گروپ ما از گپ زدیم دیگه. ما تماس همراه از کدام رفاقتی چیزای ما نداشتیم. ما اینا رفیق ما کیست؟ این رامز است، مصطفی است، کسایی است که ما همراهشان میبینم همیشه به تماس هستم. اما رئیسی رفاقت نداشتیم که در لایو میگه که والا ما همراه ما رفاقت داشتم، ما دوست ما است که دوست شدم فلان است بسمدان است، ما راستین است و ما چون فلان است بسمدان است. چرا؟ به خاطر که این آدم در آهنگ نگرفتم. من خود دلیلش خبر شدم این آدم در آهنگ نگرفته و به می خاطر این آدم زورش دادن. دیگه هیچ کدام گپ نیست دوستا، هیچ کدام گپ نیست. سایل جان گفتی کی را گفتی بالا بیاریم؟ امیچ یک تیک تاکر ماست به نام نعمت حبیبی، درخواست نداد. اونا در پاکستان بودن، از این موضوع مکمل تمام جزئیاتش خبر دارن. یکی از دوستایشان هم بودن، فکر کنم امور بالا بیارین که تمام جزئیاتش هم امرایشان صحبت کردم که در این مورد تمام جزئیاتش ما از اجمل پیش خواهش میکنم که پیش از اینکه مثلا گپ‌های بزرگتر برای در تیک تاک که اصلا خوب نیست، من خواهش میکنم بیا این نزاع رو خلاص کنه و ما بیا سر وقت اجمل حقیقی بیا داخل لایو بیا یا بالا بیا. ما و تو برادرانم تو دو دانه هموطن واره گپ میزنیم، همگی پایان میرم. ما و تو دو دانه هموطن گپ میزنیم. بیا مردم بگو کمی از مسعود رستمی که اجمل ببخشین امی شهزاد عادل از پیشتون راحت شده و امروز به تماس نداری و مسعود رستمی در 17 دقیقه است. بیا میره برای وطندارا بگو که ما بفهمم وطنداران بفهمن که آیا از خاطر آهنگ نیست. بیا نترس، حقیقت بگو نترس. بیا اینا ما اومدیم نمیگم پیش تو. مسعود عزیز سلام کسایی که لایف تماشا دارن. مسعود عزیز امروز ما برای خودت مسیج کردم و یک کسی از پاکستان برای من یک ویدیو روان کرد. اگر از اجمل معذرت خواهی نکرد ما او کار خو نمیکنم بر تو ویدیو روان کنم. اگر اجمل معذرت خواهی از خودت نکرد با ما ویدیو رو پریوات روان میکنم. اوکی. و چیزاییم که گفته کلش ثبت کرده. لالا مسعود سلام به دوستایی که در لایو هستن. سلام فیصل جان، خوش آمدید. صحتمند باشین، قربانتون. ما وقت سری و مست فقط یک چند کلمه میخوایم بگیم. ما از خودتون معذرت خواهی میکنم چرا که در برنامه ما بود. من اصلا انتظار از این تو یک چیره نداشتم. ما به خاطر که خودت یک شخصیت هستی یک استچاپ کردم. خب لایو ما بود. ما این هفته جدید دیگه برنامه با دیگه کسا دارم، ولی ما پیش از پیش امروزشون صحبت کردم. هر مشکلی که با هر کس دارین، ما زمانی که عکس پیش میکنم نظریه ندارین میتونین بگین بگذر.
ما از عکس میگذرم یا اصلا بگین ما عکس نیارین. از برنامه ما استفاده جویی نکنین که خدای نخواسته همین مردم یک گپ بگه یا کدام گپ بین ما و شما تا بالا شود. و ما اینجا لایو است به خاطر که او گپ در برنامه ما شده. خودت یک شخصیت هستی، یک آدم بزرگوار هستی. خودم ما شخصا پیشروی 800-900 نفر است. ما از معذرت میخوایم. خدا نکنه. نه فیصل جان عزیز، وقتی یک شخص گپ میزنه از خود نمایندگی میکنه، شما از اون نمایندگی نمیکنید. اصلا نمیفهمیدم که این مقدار ما مدت 2 ماه 3 ماه میشه ما اومدیم برنامه میگیریم، با خیلی کسا برنامه گرفتیم، تا هنوز همچین اتفاق در هیچ برنامه ما نفتاده بود. و ای که اجمل جان تو گپ زده او حتما میایم و از کار خود شاید صحبت کنه دیگه. ما همچین انتظار را نداشتم و لایو بود من نمیتونستم مستقیم صحبتایشون قطع کنم، چرا که به عنوان یک خبرنگار یا کسی که برنامه میگیرم ما آدم بی‌طرف هستم. لالا مسعود، ما طرفدار هیچ کس نیستم. میایم ام زندگیشون، اونم کارکردایشون، اونم